آموزگار شخصی است که با نور سواد و معرفت و علم و دانش حیات جامعه را روشن می سازد. خرافات و جهالت را از حیات جامعه بیرون می کند و سازندگان و آبادگران آینده وطن را به کمال می رساند. کتاب حکمت و معنا معلم، چراغ در ره فردا معلم. به نیرویی که دارد در بساطش، جهانی را کند احیا معلم. در واقع در سراسر جهان از روز تشکل ذهنی اهل بشر آموزگاران نقش محوری داشتند. آموزگار دروازه پرنقش و نگاری را میماند که توسط آن شاگردان به عالم دیگر، عالمی برایشان به مثل مانند ناتکرار و افسانوی، نادر و بی‌نظیر وارد شده در بحر و اقیانوس علم و دانش غوطه‌ور می‌گردند. کودک زمانی به مکتب فرا گرفته شدنش به اندازه خیلی ناچیز عقل و فهمیش، علم و دانش، مهارت و ملکه نوشتن و خواندن، قابلیتی به مضمون و ماهیت زندگی سرفهم رفتن را دارد. محض آموزگار در طول سالهای زیاد با زحمت و کوشش، سعی و تلاش‌های بی اندازه خون جگر شدنها شخصیت می‌سازد، یعنی انسان کامل را به وایه می‌رساند و این کاری سهل و آسان نیست. رسد جان بر لب بیچاره استاد که حرفی را به شاگرد دهد یاد. پیشه آموزگاری پیشه پرشرف، پر افتخار، تنظیم کننده رشد و تکامل نسل آدمی، ولی پر مشقت و زحمت طلب بوده، نه هر کس توان تحمل آن را دارد. آموزگار رسالت مقدس تربیت انسان و تشکل دهی او را به دوش دارد. امروز درباره پیراهی دانش آموزی یکی از استادان شناخته در ساحه روانشناسی برنامه را بندوبست نمودیم. قهرمان برنامه معرفتی ما محمدالله دولتوف سال 1950 در عائله آدمان عادی و فروتن ولی دهقانان اصیل بابای دولت و بیبی یادگار دیده به عالمی هستی کشاده است. این عالم شهرتیار زاده کوهساری دیار است. تاثیر محیط مؤثر و طبیعتی پرافزون، طعم شهدبار میوه‌های دیار، آغوش گرم و به آلایش پدر و مادر و مردم محل در رشد جسمانی و معنوی این نورس خوش‌ذهن و هوشیار دیر دوام نکرد. خط تقدیر این نورس عاقل و زیرک را به کوی دیگر و محیط ناآشنا که هیچ انتظارش نبود انداخت. تابستان سال 1960 پس از ختم صنف سیوم مکتب 4 ساله دهه موصوف بر اثر حادثه غیر انتظار معیوبیت برداشت و با قرار والدان به مقصد درخشان شدن حیات آینده و تحصیل موفق به خانه اینترنت معیوبان شهر دوشنبه آورده شد و تربیت گیرنده آن گشت. همین منوال اول در مکتب رقم 7 و سپس در مکتب رقم 53 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه تحصیل نموده آن را سال 1967 با موفقیت ختم نمود. هنگام تحصیل در این مکتب اینترنت در قلب کوچک محمدالله نورس شوق و هوس به اندازه زیادی از خودکنی زبان عربی بالا گرفت و مقصد گذاشت که پس از ختم مکتب به شعبه عربی فاکولته شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شود. انتخاب سری وقتی و آمادگی همه‌جانبه او را سال 1967 به درگاه علم و معرفت دانشگاه ملی تاجیکستان آورد. با عزم و اراده قوی به آزمون و رقابت تیز و تند و تعدادی کمی قبول نگاه نکرده امتحانها را با سری بلند و با موفقیت سپارید و به قطار 10 نفر دانشجویان کورس یکم شعبه عربی فاکولته شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان شامل گردید. این برای خانواده دولتوف‌ها و خانه اینترنت معیوبان شهر دوشنبه پدیده خاطرمان بود. سالهای طلایی دانشجویی با تمام سردی و گرمی و شر و شور خود یکی پس دیگر می‌گذشت. سال 1972 پس از ختم فاکولته شرقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان او را طبق تقسیمات کمیسیای ختم و نظرداشت حمایه با موفقیت کار دیپلمی در موضوع ترجمه باب‌های الهیده اثر معارف پرور مشهور عصر 19 مصر الرفاعه الطحاوی دستوری با اعتماد برای دختران و پسران که مضمون و محتوای آن را اندیشه‌های پداگوژی و پسیخولوژی تشکیل می‌داد به کافدرای پداگوژیک و پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان وابسته کردند. این قریب 53 سال می‌شود که او در این درگاه علم و معرفت به شاگردان درس ادب، آدم و آدمگری، خود اداره نمایی، خویشتن شناسی و وطنداری، شناخت انسان، آینده و عائله‌داری و امثال آنها را تعلیم می‌دهد. استرس هم فایده دارد، چون که استرس هم جنبه مثبت دارد. اگر استرس ما را همین که وادار میکند که فعال شویم و مبارز شویم و اگر من
در یگان جای گویند که برآمد بکو، فرض کردیم که در وزارت کارهای داخلی در حضور آدمان با نظام، چی باید کنم؟ در آن صورت از نظر پسیخولوژی خودم آماده می سازم، من فعال میکنم. ای دولت برو مواد بخوان، مواد که تیار که کردم دلم آرام می شود. موافق خود کلمه های کلیدی، مفهوم های کلیدی را قید میکنم، رشته منطقی برآمد من در یک ورق میگیرم، در منبر میمونم و سخن ما میگم. همین که رشته منطقی بود چی بود گفته یک نگاه میکنم برقرار میشد، دیگرش در مغز سر. یعنی شخص باید از لحاظ پسیخولوژی برای پیشگیری نمودن استرسش مبارزه برد. آنگاه در این حالت الحال استرس شما را این سیگنال داد به شما، تابع این نشوید، تابع وضعیت نشوید. سخن مرا اذیت میدانید. انسان باید تابع وضعیت نشد، وضعیت را تابع خود کرد، وگرنه وضعیت فشار می آورد، وضعیت استرس آور می شود و حالت ناگوار روحی را با وجود می آورد. برای همین این زینه ها خیلی مهمه. محمدالله دولتов از همنشینی و رابطه با بزرگان دور و تا حدی از تجربه روزگار بهره برداشته است. تجربه حیات، همنشینی و سبق اندوزی از عالمان شناخته سفر نیازов، رضی الله عطاخانov، سنگین مراد قادیرov، بازار قادیرov، عبدالحی محمد امینov، میرزا صالح، حاجی عمر خوجه استرافشانی و دیگر سرسپردگان راه علم به کسب کردن سبک و اسلوب نوشتی به خودخواست مساعدت نمود و در همبستگی با روند تعلیم در هم‌مؤلفی با دیگران و علاهیدگی دستور و کتاب‌های زیادی پسیخولوژی را تهیه و به نشر رسانید و خیرواری قریب خالی پسیخولوژی محیط تعلیم و تربیت را تا اندازه بایو غنی گردانید. مافصوف سالهای زیاد در کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان زیر راهبری مدیر کافدره اولین دکتری علم‌های پسیخولوژی در تاجیکستان پروفسور عضو وابسته اکادمی بین المللی علم‌های مکتب‌های عالی رضی الله عطاخانov کار و فعالیت نمودند. ختم مکتب پداگوژی استادی سختگیر و سرطلب کاری سهل و آسان نبود. از این استادان سختگیر او حس مسئولیت شناسی، مهنت دوستی، دقیق کاری، زحمت قرینی بر این صفت و فضیلت‌های بهترین انسانی را آموخت و در عملیه فعالیت پداگوژی خویش تطبیق نمود. هنوز در قرن 6 از جانب عالم گوکلینیوس مفهوم پسیخولوژی استفاده برده شد. متخصص ساحه عالم شناخته از عالم پیدایش علم پسیخولوژی و ضرورت آن چنین قصه می‌کند. وقتی که ما به تاریخ علم روانشناسی یعنی پسیخولوژی رو می‌آوریم، اونجا می‌بینیم که این علم در ترکیب علم فلسفه وجود داشت. ولی در دوام تاریخ وقتی که صحیفه آن را ورق گردان میکنیم میبینیم که علم روانشناسی در برابر همچون خصوصیت نظریوی داشتنش خصوصیت عملی داره و آهسته آهسته علم‌های دیگر گفتن که من این مسئله هایی که در فن‌های دیگر علم‌های دیگر هست این جنبه روانی دارد. در تمام تاریخ تا سال 1879 وقتی که ویلگلم ووند در اونیورسیتت لیپزیگ اولین لابراتوری پسیخولوژی را در سطح جهان گشاد و گفت و مردم و علم‌های دیگر جدا شدن از ترکیب فلسفه و علم پسیخولوژی هم جدا شد. اکنون لابراتوری پیدا شد. 3 سال پسش انستیتوت پسیخولوژی اکسپریمنتالی پیدا شد و همین دوره مستقل شوی علم پسیخولوژی شد که پردمت خود، ابیکت خود و مسئله های حل طلب خود را پیدا کرد که آن علاقمند با حیات جامعه، دولت و دولتداری، مسئله های شخصی، رکن ابتدایی جامعه، واقعا عائله و غیره مربوط بود. برای همین علم پسیخولوژی تاریخ دور و دراز را دارد و آن آمد به همون نیمه دوم عصر 19 واقعا علاقمندی پیدا کرد و مستقل شد. بعد مستقلیت را به دست آوردن احساس شد که
پسیخولوژی تاجیک و تنی هم رشد کرد. خود اولین اختصاصی پسیخولوژی که سال 1994 با وجود آمد نشانه آن بود که علم پسیخولوژی باید رشد کند و اولین قدم شد در تأسیس اختصاص پسیخولوژی شد. و من در کتاب تاریخ پسیخولوژی که سال 2023 نشر کردم یک باب علاهیده را در همین دوره‌بندی پسیخولوژی جهانی وارد کردم که تشکل علم پسیخولوژی همچون علم و در دوره صاحب استقلال تا دوره علمش چگونه متفکران فارسی تاجیک ما توانستند اندیشه های پسیخولوژی را بگویند و امروز پسیخولوژی ما چگونه کار را به انجام رساندند و در حقیقت و دیدیم که امروز پسیخولوژی ما در بنیاد جامعه نوین خودمان سهمگیرند، چه در ساحه معارف، چه در ساحه وزارت کارهای داخلی، چه در مکتب، چه در باغچه ها، الحال پسیخولوژی ما کار کرده ایستادند. از اینجا برمی آید که علم پسیخولوژی در تاجیکستان ما در حال رشد است. علاوه به مکتب استاد رضی‌الله عطاخانов، محمدالله جوان 3 مراتب سالهای 1976 1982 1992 در کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی معلمان مکتب‌های عالی در فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل واسیلیویچ لومونوسوف که دوامناکی هر کدامش 4 ماه را تشکیل میداد اشتراک نموده در پایه منبر استادان زبردست زمان، دانشمندان بزرگ علم پسیخولوژی لیونتیف، لوریا، پتروفسکی، اندریوا، ژدان، فلدشتین، لوموف مهارت و ملکه سویه دانش‌های عملی و نظریوی پسیخولوژی خود را تکمیل داده است. یکی از مسائل مهم علم روانشناسی اراده انسان است. سوال به میآید که اراده چیست؟ اراده این عملی بشوارانه است که اگر در انسان باشد وای برای برطرف کردن همه گونه مانعی و دشواری ها و مشکلاتی که بر سر انسان در دوام حیات می آید ضرور است. نگاه کنید، شخصی با اراده همه گونه مشکلاتی در پیشش به عمل آمده را، چی در عائله، چی در استحصالات، چی در مناسبت های بین شخصی و غیره، می تواند توسط همین اراده قویش به واسطه برطرف کند. چرا؟ چون که اراده نمی ماند که انسان تابع وضعیت های حیاتی شود. اگر کسی ارادش سست باشد و در زیر تأثیر واقعا وضعیت های حیاتی، کسبی، شخصی و غیر اجتماعی بماند، مثلا بیماری و دیگرش، آنگاه این وضعیت او رو فرو میبره، بوغی میکند و غیره، چون که ارادهش شکسته شد و توسط دلش فقط فکر میکرد. یعنی این خیلی آدمان توسط دل فکر میکنند. در این حالت دل دوراندیش نیست. دل باید با مغز سر مصلحت کند که مکانش عقل است. ترازوی عقل چون که عملی باشورانه است اراده. آنگاه انسان با همین اراده قوی و عملی باشورانهش همه حالتهای و وضعیتهای به عمل آمده را در ترازوی عقلش ترکیب میکند، تحلیل میکند و راه مقبول حلش مییابد. و اگر نیابد در آن صورت تابع وضعیت می شود، با ویرانشوی های گوناگون روانی گرفتار می گردد. فعالیت کسبی محمدالله دولتوف دامنه‌دار و ثمرناک بوده، با سبب نرسیدن کادرهای صاحب اختصاص و متخصصان ورزیده نه تنها در کافدرای پسیخولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، بلکه دیگر ساحه‌های به تعلیم و استفاده دانش‌های پسیخولوژی نیاز داشته ساحه معارف، اکادمی وزارت کارهای داخلی فاکولته رقم 1 دایر به آماده نمایی کادرهای راهبری کننده تدریس فن پسیخولوژی اداره کنی، دانشکده تکمیل اختصاصی نزد وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، مؤسسه دولتی چراغ هدایت، مؤسسه تعلیمی خصوصی لیسه راهنما را نیز فرا میگیرد.
شبهه نباید کرد که انسان را تغییر دادن نمی شود. می شود. فقط اگر ما با در نظر داشته فردیت همان آدم مناسبت فردی موافق را بر راه مانده توانیم. یعنی او را دانیم بالکل شخصیتش وجودش و در آن صورت راه مقبول مناسبت بر راه مانیم. امینم که ما موفق میشیم. مثلا کودکانی که از عراق برگردانده شده بودند، ما با معلمان یونس و پروفسور نفیسه مرادovna با کمیته امنیت دولتی جمهوری تاجیکستان نزد پرزیدنت حکومت جمهوری تاجیکستان واقعا ما با عافیت بخشی همین کودکان تا 13 ساله کار کردیم و امروز ما کار کرده ایستادیم با 84 نفر. قسمت 80% آنها بالکل تغییر یافتند و امروز خوانده ایستادند، در مکتب‌ها خوانده ایستادند. استاد محمدالله دولتов صاحب قلم و صاحب کتاب است. پژوهش علمی استادان نکته‌سنج بررسی مسئله‌های مرکب و مهم عائله را فرا گرفته دارای اهمیتی خاصه میباشد. به قلم او نگاشته‌های سودمند متدی و تعلیمی و تربیوی تعلق دارند که مورد بهره برداری نه تنها شاگردان و استادان دانشگاه ملی بلکه شاگردان و نیازمندان تمام مکاتب عالی کشور و هواداران علم پسیخولوژی میباشند. مهمترین آثار او چون پسیخولوژی اجتماعی، پسیخولوژی زوراوری در عائله، پداگوژیکا و پسیخولوژیا، واژه‌نامه تفسیر اصطلاحات پسیخولوژی و پداگوژی، راهنمای یاری پسیخولوژی اجتماعی به آسیب دیدگان از ترکش مینه‌ها، مجموعه بازی و مشق‌های پسیخولوژی، عائله و رشد شخصیت فرزندان، دستور عاید به عافیت بخشی پسیخولوژی جبردیده‌های زوراوری در عائله، پسیخولوژی اداره کنی، پیشگیری زوراوری در عائله، مشورت پسیخولوژی در مکتب، تحلیل وضعیت‌ها و توصیه‌ها، تاریخ پسیخولوژیا، دانشنامه مختصر پسیخولوژی. در مجموع زیاده از 90 مقاله علمی متدی و علمی و عمومی، 38 وسایل و دستور تعلیمی متدی و 3 کتاب درسی نام او را همچون پداگوژی برجسته در صفحه‌های درخشان علم پسیخولوژیا و قاموس‌ها ثبت نمودند. زندگی آدمان اهل سیاره اثبات کرده است که حالت روانی شخص پیوسته در تغییریابی قرار دارد و آن را از روی کدام متدها در علم روانشناسی معین می‌کنند. وقتی که ما خواهیم که محض حالت روانی را روشن کنیم، عادی‌ترین یک مشاهده عادی آدمی صاحب خرد می‌بیند که حالت روانی در قیاس نسبت به دیروز دیگرگونه است. راهبر اگر صبح به کارخانه آید باید از حال سر کند نه از کار. یک دیدن حالت کارمند صبح خبر می‌دهد به راهبر که چرا احمد کارمند من دیروز تابش بالیده بود امروز خیره است. در اون صورت میگوید احمد جان من دیروز یک مسئله را خواستم از تو پرسیدم لیکن فراموش کردم، یک نزد من نمی‌درایی. و در آمدن زمان میگوید چرا دیروز چنین حالت داشتی امروز چنان حالت. میگه تابم خیرت از آن جهت است که مشکلات دیگری خانوادگی دارم. پس نگرید یک متد مشاهده راهبر، یک مشاهده مادر پدر، یک مشاهده مربی در باغچه، یک مشاهده استاد در درس هنگام درسدهی حالتهای روانی شاگردان و تربیت‌گیرندگان و کارمندان معین میکند. در برابر این تست ها و متدهای مخصوصی وجود دارند که این یا آن حالت روانی را عمیق‌تر از قبیل اگریسیش، بدخشمیش، حالت افسردگی را، استرس، حالت باشیدتی روحیش و غیره، آپاتی، حسی بی‌فرق ظاهر کردن به حیات و غیره، همین ها رو باز متدهای وجود دارند که عالم باطنی را برون میکنن و شخص معین میکند که این آدم مسئله هایی وجود دارد که ما باید به حساب گیریم در روند مناسبت، معاشرت کاری، مناسبت بین شخصی، اگر در درس باشد مناسبت معاشرت پداگوژی به نظر گرفتن لازم. چرا؟ چون که انسان هر لحظه، انسان زنده هر لحظه تغییر حالت روانی میکند و این خاص است. یک لحظه یک سخن ناجای یک نفر طبع را خیره میسازد، اما یک سخن به موردی خوبی
شخص که با منفیت است و شخصیت را پس نمیزند و غیره وی را بالیده میگرداند. پس یگانه داروش همین است که ما با در نظر داشت حالتهای روانی انسانی مناسبت موافقی در همان لحظه به عمل آمده را برهمانیم. تدریس فن‌های زیادی تعلیمی و در ردیف آن تهیه دستور و کتاب‌های درسی کاری سهل و آسان نیست. در این راه پرپیچ و تاب و پرمشقت علم تنها نفرانی به منزل سعادت میرسند که زحمتکش و زحمت پسند، فداکار و زحمت قرین، با صبر و تحمل و نکته سنج و متین اراده بوده از رنج و مشقت کشی ها نمی هراسند. این گونه عالمان هر لحظه زندگی را غنیمت دانسته سعی و تلاش می‌ورزند که برای با دانش‌های پسیخولوژی مسلح نمودن ساکنان محل دیار مملکتی خود سهمگزار باشند و این سهمی اندک هم نیست. دامن فکری بلند آسان نمی آید به کف، فکر خونها می خورد تا رنگ می گیرد سخن. مطابق معلومات‌های معتمد انقریب در تمام کشورهای ترقی کرده عالم روانشناسان عائلوی فعالیت گسترده دارند. از دیدگاه متخصصان ساحه این پدیده در کشور ما چگونه ارزیابی می‌گردد؟ یکی از مسائل مهمی که امروز تقاضای خود را می‌خواهد این تشکل یا تیار کردن پسیخولوژهای عائلوی هست. اگر در مرکزهای سلامتی خودمان پسیخولوژهای عائلوی داشته باشیم چی در برابر دکتری عائلوی عجب کاری می شود. برای همین پسیخولوژهای عائلوی ضرورن هیچ نباشد در ساختار کمیته کاربازان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کنند. همیشه قبول کنند مادران عزیزه و اگر مشکلات با مرد باشد در آن صورت زورآورهای خانوادگی را. بنابراین فعالیت من بیشتر به عائله سرکار مربوط است، علاقمند است و هم با جبردیده ها کار کردن و کتاب های زیاده هم برای جوانان بیوسته تهیه نمودیم که آنها من بعد در این ساحه هم ضروره که این رکن ابتدایی جامعه است و اگر این را ما سالم بگردانیم تا قدری که پسیخولوژ میتواند سالم بگرداند پس جامعه ما دولت ما هم سالم است. در برابر دانش گسترده و معرفت کامل و فروتنی، قناعت پیشگی، صبر و تحمل، مسئولیت شناسی، پاکیزه کاری، همیشه در تکاپو و پژوهش بودن، زحمت قرینی و بیدارخوابی، ارادت و متانت، صداقت به کار و فعالیت کسبی، خاکساری و نکوکاری، نرم گفتاری، مهربانی و مانند اینها از زمره خصلت‌هایی اند که استاد ارجمند ما با آن آراسته گشته اند. واقعا هم به هر کمال و فضیلتی که استاد گرامی مشرف گردیدند محض به توفیل علمجویی و کتاب دوستی آن کس بوده است. دایره صفت‌های انسانی محمدالله دولتوف شهرت پرستی، ظاهر نمایی، منمنی، کبر و غرور، کر و فر بر این خصلت‌های منفی آدمی را استثنا کرده است. نتیجه همین است که همکاران و شاگردان او را در رفتار و گفتار، طرز لباس پوشی، حس وظیفه شناسی و مسئولیت ناکی همچون ضیایی حقیقی نمونه عبرت می‌دانند. استاد با معنای تامش پیش از همه یک آموزگار، یک پداگوگی کسبی است، پداگوگی حرفه‌ای است. ما درباره درس‌های استاد اگر حرف زنیم ساعت‌ها کمی می‌کند. درباره برآمدهای استاد در کنفرانس‌ها و در سمینارهای علمی اگر صحبت کنیم ساعت‌ها کمی می‌کند. اگر به حیث همچون یک شخصی نمونه یا شخص ایدئال اگر در شخصیت استاد هم گپ زنیم خطا نخواهیم کرد، چون برای همه استادان نمونه عبرت میباشند. از مناسبات معاشرت سر کرده تا مسئولیت شناسی و با ایجادکاری و با تحقیق و جستجوی سخنی نو، گپی نو، نوآوری خیلی جدی سر کار میگیرد، خیلی هم سرطلب است و واقعا هم استاد روانشناسی خیلی خوب هستند. در سطح جمهوری علاقه استاد رو همه نهادهای دولتی میشناسند. من فکر میکنم نیست نهاد دولتی که استاد رو برای معروضه خواندن، برای شرح این و آن مسئله از نوقه دانشجوی پسیخولوژی دعوت نکرده باشند. به همین خاطر استاد خیلی شخصی چی هستند، شناخته شده هستند و این افتخاری ما هم هست که استاد فاکولته فلسفه اینقدر در کمک مردم، در کمک نهادهای دولتی و جمعیتی اشتراک میکند و سهم خود را میگذارد.
و دانشی خیلی فراخی نظریوی دارد. از همه جالب دقت این است که او تمام دلیل‌های خود را برای اساسناک کردن خلاصه و نتیجه‌های تحقیقاتش در زمینه تجربه عملی و کسبیش می‌آورد. از آن کارهایی که با شخصان نیازمند انجام داده است، ضمن گذراندن مشورت‌های پسیخولوژی، ضمن گذراندن کمک‌های پسیخولوژی مثال می‌آورد، چون این دانش‌های او در اساس مشاهده شخصی او همچون یک روانشناس به دست آمدند که خیلی جالب دقت هستند. از حیات نفرانی که با کمک پسیخولوژی، از حیات نفرانی که با مشورت پسیخولوژی نیاز دارند نقل می‌کنند و این با انسان بسیار تاثیر بخش است و نشان می‌دهند که چگونه همین دانش پسیخولوژی در تغییر رفتار انسان و در تغییر حیات انسان به معنای مثبتش کمک کرده است و همین نمونه‌ها را استاد در درس‌های خود، در مروزه‌های خود خیلی زیاد نقل می‌کنند که این به واسطه در تجربه شخصی خودش و مشاهده‌های شخصی خودش به دست آمدند. همین اصول بسیار جالب دقت است، خوب می‌رساند. از همین خاطر استاد همین کار رو بسیار ماهرانه انجام می‌دهند، می‌داند و احساس می‌کند. آموزگار باید پیش از همه سخندان باشد، توسط سخن به ذهن و شعور بچه‌ها تاثیر رسانیده تواند. توسط سخن رفتار شاگردان و رفتار خوانندگان رو تغییر داده تواند. در فرمولای کلاسیکی ریتوریک، یعنی علم سخنوری، همون سگانه اساسی هست که نامشون اتوس، پافوس و لوگوس است. همون عنصر سیوم یعنی پافوس همین دانش‌های پسیخولوژی است، یعنی با وجود آوردن حالت اموشنالی در وجود شنونده هر باره که سخنرانی استاد رو گوش میکنه میبینه. و روانشناس هم باید همین گونه باشد. اگر روانشناس با انسان تاثیر رسانیده نتواند، توسط سخن انسان رفتارش تغییر داده نتواند، او را ما روانشناس گفته نمیتونیم. محمدالله دولتوف از زمره شخصیت‌های برجسته و نیرومند است که با صاحب فرهنگی و رسالتمندی به خود خاص همکاران و شاگردان و اهل جامعه را نه تنها هنگام فعالیت کسبی بلکه بیرون از آن توسط واسطه‌های اخباری عامه به شرفمندی، دانش اندوزی و هنر آموزی، خدمت صادقانه به مردم، بیداردلی و باشعوری، ننگ و ناموس وطنداری و معرفت پسندی، خیرخواهی، مهنت دوستی و سازندگی و آبادکاری پیوسته دعوت می‌نماید. از اینجاست که سیما و شخصیت او میان اهل علم و معارف و جامعه نمونه عبرت و شایسته تحسین می باشد. در واقع استاد دولتوف یکی از شخصیت‌هایی می باشد که می تواند در ذهنی شاگرد مقصد و مرام خود را یعنی گذارد و شوق و ذوق دانشجو را نسبت به کسب، نسبت به فن بیدار سازد و به طور یعنی مثال گفته میتوانم که این شکلی مناسبت استاد شخصا به بنده یعنی روی داده بود. ما با استاد دولتوف اولین کار دیپلمی خود را تهیه کردیم، یعنی همچون با حیث راهبر به ما قرار داشتند و همون موضوعی را که استاد وقتی هنگام ما اومدیم انتخاب موضوع کارهای ختم بود سال 2013، یعنی استاد توصیه کردند که همین موضوع رو شما گیرید، چون موضوع اکتوالی است. گفته اساسناک کردن موضوع اکتوالیت چه یعنی مبرمیت چه و بعدا ما هم موضوع رو انتخاب کردیم و با راهنمایی استاد با موفقیت ما رساله رو یعنی به انجام رسانیدیم و همین تخمه کاشته استاد با ما یعنی شوق و ذوق ما را مناسبت استاد یعنی دایر به نخستین پیرهی بود که با کار علمی ما وارد شدیم و همین شکل قطعی ما همین موضوعی که استاد پیشنهاد کرده بودند کمی نام موضوع رو یعنی تابش دیگر داده با رساله علمی یعنی موضوع رساله علمی خود قرار دادیم و همین موضوع رو ما در دایره رساله علمی به اتمام رسانیدیم و همزمان خب ما یعنی دورنده گوییم که درجه علمی شدیم. در دایره همین موضوعی که ما با استاد در دایره کار ختم انجام دادیم در یک آزمون جمهوریوی نیز اشتراک کردیم، صاحب دیپلم درجه اول گردیدیم. آموزگاری حقیقی است، پداگوگ یعنی اون اصیل است، در کسب خود صادق است. تصور کنید زیاده از 50 سال در یک مؤسسه تعلیمی فعالیت کردن که شما باعث
خب صاحب احترام هستید، احترام به دست آوردید، پس این نه به همه میسر میگردد که در یک مکان زیاده از 50 سال فعالیت کنید، با همه یک مرام مناسبت داشته باشید و نسبت شما احترام داشته باشن. این یکی از دستاوردهای شخصی هر یک نفر به حساب می رود و استاد داروی همین هست. و اینچنین استاد هنگام درسشون، یعنی درسدهی، بسیار یک اصول خوب کاربری میکنن. یعنی متدی را که استاد، اصولی را که استاد در اودیتوریا در عمل تطبیق میکنه که هنگام درس گذاری من تا به حاضر مثلا همین شیوه قطعی ندیدم. یعنی هر کس به خودش، موفقیت هر کس اصلا در زمینه اون چیزی هست که خب خصوصیت طبیعی دارد، بسیار مناسبت صمیمی دارد، نوابسته به سن و سال، سطح دانش و هر کسی با او هم صحبت می شود، البته با یک صمیمیت خاصه با اون یعنی معاشرت خود برقرار میکند و بعد از آن یعنی قناعتمند است که استاد بسیار با ما خوب مناسبت کرد، پاسخ به سوال ها باشد، بگذار در روند فعالیت کاری باشد، بگذار در هنگامی خب مناسبت بین استاد و شاگرد باشد، بگذار مناسبت بین همکار باشد، یعنی هر حالتی که نباشد استاد با یک صمیمیت خاصه مناسبت برقرار میسازد. استاد با یک قطار موفقیت های خیلی زیاد یعنی نایل شده است و گوییم که شاگردای خیلی زیادی را بر کمال رساند و این نشانه از آن است که استاد توانست مکتبی خود را تأسیس دهد. یعنی که یکی از مکتب‌های گوییم که خیلی خوبی علم پسیخولوژی وطنی را تأسیس داد، مخصوصا پسیخولوژی عملی را. بعد از به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان اولین نفری بود که پسیخولوژی عملی رو آورد. یعنی در همون سالهای اولی صاحب استقلالی علاقه کوشش نمود برای خب در عمل تطبیق نمودن دانش‌های نظریوی. تا این مثلا تا زمان بعد از آوردن استقلالیت دولتی پسیخولوژی عملی در جمهوری تاجیکستان خیلی در سطح پست قرار داشت. پیشوای معظم ملت از سالهای اول صاحب استقلالی یعنی کوشش میکرد که موقع زن رو در جامعه برای بلند برداشتن کارهای زیادی را به سامان رساند، قانونهای زیادی، کنسپسیای زیادی روی کار آمدن برای بلند برداشتن موقع زن در جامعه و همین در تطبیق همین برنامه ها استاد دولتوف در همکاری با کمیته زنان و دیگر ساختارها یعنی مسئله ریشه‌کن کردن زورآوری نسبت به زنان در عائله، نسبت به کودکان، دستور و واسطه‌های تعلیمی خیلی زیادی را روی کار آوردن، چی به زبان روسی چی به زبان تاجیکی و تا به این روز در این مسئله در این سمت خیلی یعنی پیشصف است و دستور و واسطه‌های این کس یعنی گویم که دسترس خواننده ها گردیده است و همه گویم که از این عموما نفرانی که به ساحه علم پسیخولوژی توجه دارند از گویم که موادهای تعلیمی استاد دولت به طور وسیع استفاده میبرند. ویلیام اورد نسبت مهارت و ملکه آموزگاری یک اندیشه خیلی خوب و اثرگذاری دارد. معلم نوکار و به تجربه تنها میفهماند، معلم نسبتاً دانشمند نشان میدهد، اما معلم بزرگ در طینت طالب علم چراغ شور و شوق دریافت دانش را فروزان میکند. عالم و آموزگار صاحب کسب با رسالت عبرت‌آموز ایجادکاری حس محبت شاگردان را به انگیزه های علم و دانش و هنر بیدار ساخته در شریان قلب آنها زبانه آتش مهر و محبت نسبت به معنی و حسن زندگی را فروزان می سازد. بنابراین به آموزگار پیکرسازی شرط نیست، مجسمه او در دل و دیده شاگردان همیشه ابد زنده و جاویدان است. ثبت نام خویشتن در سنگ خارا شرط نیست، زنده آن نامی که در دلهای مردم جای گرفت. زیاده از 40 سال ما همکاری بسیار خوبی داریم و شخصی بسیار عجایبند، شخصی نهایت نجیب هستند. در تصنیفات محمدالله طاهرویچ من میگفتم که پروفسور خلقی هستند، چون که استاد دولتوف را نه فقط جمهوری تاجیکستان بیرون از سرحدهای آن هم میشناسند. تجربه کاری در ساحه پسیخولوژی تکرارا یکون شخصی در جمهوری تاجیکستان
من با استاد مقایسه کردن نمیتوانم. این صمیمی هست، این واقعی هست و سهم استاد در رشد پسیخولوژی، محض پسیخولوژی عملی در جمهوری تاجیکستان نهایت کلان است. تعداد دستاوردهای استاد دولتов نهایت زیاد است. کدام گوشه کنار جمهوری تاجیکستان بنروید استاد را میشناسند. باید گفت که در استاد دانش‌های به‌واسطه پسیخولوژی با دانش‌هایی که من گفتم میتوانم مخصوصی که همراه میشوند یک عالم دیگر رو به وجود میآورد، چون که استاد شرقشناس هستند و معلومات بازویشون شرقشناسی هست. بنابراین با پسیخولوژی مردمی ما، با پسیخولوژی تاجیکی ما، تاجیکستانی ما این بسیار مساعدت میکند. من همین اینتگراسیون، همگرایی گفتن ممکن است، مهارت سخنوری، مهارت نطق شفاهی، این چنین خطی و باز هم مخفی نیست که هر یک مقاله که ما می نویسیم کسی نباشد، در کدام سطح نباشد یا دستور کتاب‌های درسی باشد، البته مقرر استاد دولتов هستند. البته از زیر نظارت استاد دولتов ما میگذرانیم و شخصا من هم بسیار قدر میکنم نقطه نظر استاد دولتов رو مورد آماده نمودن مقاله ها یا اینکه یگان موادهای تعلیمی. محمدالله دولتов در ساحه علوم پسیخولوژی نه تنها در دایره شاگردان و همکاران و نهادهای علمی همچون مقامات مربوطه نیز صاحب آبرو و اعتبار خاصه می باشد. برای تبادل تجربه آموزش در حلقه های علمی روانشناسی جهانی بارها شرکت و با همکسبان مسئله های مهم را محاکمه و بررسی نموده است. شخصیت نورس و نوجوان در دوران خردی زمینه گذار می شود. هرچند ما شخصیتش درست برای ما تشکل دهیم، برای دورهای من بعده سین سالی در از خود کردن دانش، مهارت و ملکه امکانات های وسیع پیدا می شود و کافدر ما هم نیاز دارد. حالا چنین نقشه کشیده است که کتاب پسیخولوژی سین سالی و پداگوژی را در بر گیرد، نه تنها دوره تا مکتبی بلکه سین سالهای تا کهنسالی را و پیرانسالی را فراگیر شود که چطور ما میتوانیم پسیخولوژ ها را نه تنها برای این قسمت مکتبی بلکه به خانه کهنسالان، پیرانسالان خدمات پسیخولوژی را برای مانیم تا که عافیت بخشی پسیخولوژی را تامین کنیم در آنجا. ما در این قسمت البته مشکلات داریم و این را ما باید روی راست بگوییم. مثلا اگر در باغچه ها، در کودکستان ها پسیخولوژ ها با در نظر داشته همین سین و سال اگر باشن عجب خوبه. در فاکولته پسیخولوژی که در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بیوسته الحال این کار حل خودش پیدا کرده میتواند، چون که الحال تمام میکنند و آنهایی که با صنف‌های ابتدایی با کودکان سینی تا مکتبی سر و کار دارند هر دانشجوی پسیخولوژی را برای میمانند. لیکن به این نگاه نکرده مثلا اختصاص پسیخولوژی ما کارهای زیادی رو به انجام رسانده ایستادد. شخصا من موادی را تیار کرده بودم سال 2007 مجموعه بازی و مشق‌های پسیخولوژی که یک قسم آنها برای کودکستان ها هست، یک قسم دیگری برای مکتب بچه ها هست. مشق‌های پسیخولوژی به سین و سالها جدا کرده مجموعه مشق و بازی های پسیخولوژی را تیار کردیم. مواد این آمار زیاد قطعی تعداد زیاد قطعی چاپ شد. یک قسم آنها را در کودکستان ها مورد استفاده قرار دادن. بنابراین این قسمت کار مهم است. ثمره تعلیم شایسته این مرد خیرت شاگردان سرشماری هستند که با افتخار از اسرار علم آموزی این پداگوگ اصیل قصه می نمایند.
چون سخن از باب آموزگار، چون سخن از باب استاد، چون سخن از باب معلم می رود، و پیش از همه بازم بهترین سخنهای والای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به خاطر آورده میگوییم که تاکید نمودند آموزگاری مقدسترین پیشه روی عالم است. بیداری فکر، پاکیزگی اخلاق و تشکل دادن انسان محصول رنج و مشقت آموزگاران است. واقعا کس وقتی که به جایی رسید به مرتبه می رسد دانشمند خوبی می شود از زحمت آموزگار است. و این سخنان پیشوای معظم کشور واقعا و این بهای واقعی که به زحمت آموزگار دادند امروز در حیات در زندگی بارها ثابت شده است که توسط مهنت آموزگار، رنج و مشقت آموزگار صدها نفران همچون معرفگر تاریخ، معرفگر جامعه ما و دنیا آمدند. امروز ما چون سخن وقتی که دانشجو شدم با استاد و ما درس می گفتن از فنهای مختلفی که در کورسی آموزشی بودن و هر یک درس استاد برای ما یک مکتب بود. هر یک سخن استاد برای ما صدها معنی را در خودش داشتن. بسیار حواس هم می کردیم ما گروه شنوندگان که با مثل استاد سخندان، با مثل استاد پسیخولوگ، با مثل استاد یک انسان شناس شده باشیم. و چون ما در این کورس آموزشی فهمیدیم که علم پسیخولوژی هم علم کهن است و هم علم نو. علم کهن بودنش از آن است که یک تاریخ دور و دراز خود را از دوره انتیقه تا به زمان معاصر دارد و علم نو بودنش از آن است که همگی در آخر عصر 19 به عرصه علم ها همچون علم مستقل وارد شده بود. و در جمهوری تاجیکستان ما بعد از دوران صاحب استقلالی واقعا هم نقش مقام پسیخولوگ ها خیلی مهم بودن و ما چون پسیخولوژی عملی مکتبی که از استادان درس می گفتیم همیشه از استاد محمدالله دولت در دوام درسش در روند درس پرسش میکردیم که در مؤسسه های تعلیمی خوانندگان در 3 زینه تحصیلات عادتا به تعلیم فرا گرفته میشوند. این زینه ابتدایی، زینه عمومی اساسی و زینه میانه هستند، میانه عمومی. ما به همه کاتگوری خوانندگان هر یک زینه یک خیل مناسبت میکنیم. با پدر و مادران چگونه کاربری میکنیم، با آموزگاران چگونه کاربری میکنیم و استاد به یکایک ما درباره کار کردن به همه کاتگوری های سن و سالی، به عائله و والدان خوانندگان، به آموزگاران، به کاتگوری خوانندگانی که با لیاقت هستند، خوانندگانی که در تحصیلات مشکلی دارند، خوانندگانی که مسئله های مشکلی عائلوی و شخصی دارند، به هر کدام آنها چگونه کار ببریم. واقعا مکتب استاد و ما چنین یک دانش‌های مهمی را دادند که امروز میتوانیم که بیشک از آن کاربری نماییم. این عالم شناخته عمری با برکت خود را بیهوده صرف نکرده است. در طول حیات همیشه سعی و تلاش نمودند که با سخن و قلم خویش در خدمت خلق باشند، عملی را انجام دهند که ماندگار باشد و در این جاده موفق شدن را هرگز ختم کار ندانند. واقعا میگویند که هر کی را استاد نبود کار بر بنیاد نیست. در این معنی رفیقی بهتر از استاد نیست. استاد محمدالله دولتوف برای ما نه تنها استاد بلکه یک رفیق و یک مونس و غمخوار و یک همنشست و یک همدم بسیار مشفق هستند. و این خوشبختی ما است که ما اگر دوره برای استاد شاگرد بودیم، از استاد درس سبق گرفتیم، درس آموختیم، علم آموختیم، امروز همچون همکار با دیگر همکاری داریم و باز هم پای آموزش هستیم از مکتب استاد. واقعا در زندگی هر نفر رسالت خود را دارد، اما مهمتر از این رسالت درک خود این رسالت است و مشاهدان نشون می‌دهند که نه هر نفر قادر است به درک این رسالت. استاد محمدالله دولت از زمره شخصیت‌هایی هست که این رسالت خود را بسیار خوب درک کردند و واقعا در زندگی رسالت خود را انجام داده ایستادند.
در واقع این بختی بلندی آموزگار است که 53 سال عمری با برکتش را صرف تعلیم و تربیت نسل نو است. فعالیتی با ثمر پداگوژی نموده است و ایام 75 سالگی خود نیز بیانبسته این فعالیت است. تربیت هستی انسان، زینت او، کفشرگری زندگی بوده، حاصل آن مهربانی است. نامهربانان از لذت تربیت محرومند، زیرا بدبختانه از علم اخلاق بی‌نصیبند. وفای استاد پایه مهربانی شاگردان است. آموزگار خاکسار و مهربان نمونه عبرت شاگردان است. آموزگار تعلیم و تربیتگری عوض نشونده بوده، بر عوض سوختن و مشعل افروزی های شبانه روزی خود به شاگردان علم و دانش، سواد و معرفت، کسب و هنر آموخته، راه زندگی آنها را فروزان می کند. آنها را به فتح قله های بلند علم راهنمایی نموده بر کمال می رساند. استاد محمدالله طاهرویچ یکی از شخصانی می باشند که یک راهنمایی گفتم ممکن است که همه استادان همین کافدره پسیخولوژی دانشگاه ملی می باشند. چرا؟ چون که این کس با یک هنر و مهارت بلندی همین پداگوژی و استادی خود توانستند که همه ما را به همین کسب و به همین فن وادار سازند و شوق و ذوق ما را بیدار کردند و ما هم از پس این کس گفتم ممکن است به همین کار دست دادیم. و شخصا حتی من خودم یاد دارم که وقتی که من خودم دانشجو بودم، این سالهای 1982 83 بود و من در کورس 2 وقتی که تحصیل میکردم یاد دارم که استاد محمدالله طاهرویچ به سیمخانه ما در آمدن و به ما یک موضوع اولینی که از فن پسیخولوژی بود به ما درس دادن و من حتی یاد دارم که همون موضوع چگونه موضوع بود و من در کدام پرته در کدام جای نشسته بودم و یاد دارم که چقدر استاد با یک مهارت بلند سخنرانی، استاد یک مهارت بلندی گفتم ممکن است درک کردن و به زبان علمی اگر بگیم رفلکسی نمودنی انامین شنوندگان خود را دارند. مثلا اون کس در وقتی درس دادن خوب درک میکنن، معین میکنن که همین بچه ها چی شوق دارن، چی ذوق دارن، چگونه فهمیش دارن و به کدام مثلا طرفهای همین موضوع برای مثلا میل دارن و چی را پیشنهاد کردن ممکن است به آنها که با یک دقت بلند همین مواد را از خود کنند. بنابر همین همین هنر را به زبان علمی پسیخولوژی یعنی رفلکسی کردن شنوندگان خود میباشد و همین اصول رو خیلی خوب که استفاده میبرند در هر جایی که برآمد کنند به دل شوق و ذوق انمون شنوندگان. البته کمالات شاگرد گواهی استادی استاد است. در سفینه حیات آدمان به یک امید و آرزو و نیت‌های نیک عزیزترین، قیمتترین و بی‌بهاترین گنج خود فرزندانشان را باور کرده به آموزگار می‌سپارند. آموزگار زمانی در فعالیت پداگوژی خود موفق و صاحب عزت و اکرام، شرفمند و شهرتیار می‌گردد که اگر بین فرزندان خود و فرزندان مردم فرقی نگذارد، آنها را به مثل فرزندان خود بپذیرد، به تعلیم و تربیت فرا گیرد و بر کمال رساند. معلم زحمتی بسیار دارد، فقط بر علم و آداب کار دارد. نمی غنجد ثوابش در دو عالم که همه درس او اسرار دارد. و هنگام دانشجو بودنم محض کاری رساله ختم کنم با راهبری استاد گرفتم که دایر به مشورت پسیخولوژی با عائله بود. محض درسای استاد بود که در دل من همچون روانشناس متخصص آینده همین کسب پسیخولوژی مهرش زیاد گردانید و با تشبث استاد رساله دیپلمی خود را با بهای اعلی ختم نمودم و خوشبختانه امر تقدیر بوده است که باز با کافدره پسیخولوژی فاکولته فلسفه دانشگاه ملی سال 2012 با فعالیت کاری خود را شروع نمودم و از همین سال بسیار مشکلی هایی که در راه علم بود و در راه در جدای مناسبت های عائلوی محض دستگیری های پای در پای استاد بود که به همین روزها ما رسیدیم همچون شاگرد استاد و با راهبری استاد همچون راهنما من موضوع رساله علمی خود را دایر به مشکلات کودکان در عائله‌های ناپوره، عائله‌هایی که ویران شدند گرفتم و در همین سمت نیز استاد نمیدونم باوری استاد بود گفتن که شما میتوانید و محض من همین در دل ما شعله امید را بست و من نیز رساله علمی خود را من بعد با
тавсияҳои устод бо дастгирии роҳбарии илмия Мадина ёдгоровна яъне ҳимоя намудам ва айни замон дар дилхоҳ ҳолат вақте ки мушкилоте ки дар самти илм бошад ё ки дар самти дигар масъалаҳои мубрами имрӯза бошад доимо аз устод тавсия мегирам ва устод яке аз роҳнамо дар самти фаъолияти илмии мо мебошад ва дар назди кафедраи донишгоҳи миллӣ низ машваратхонаи психологӣ аст ҳамарӯза дар назди он муроҷиат мекунанд ва маҳз бо дастгириҳои худи ҳамин устод ки бештар ба муносибатҳои оилавӣ бештар ба масъалаи хушунатҳои хонаводагӣ кору фаъолият мекунанд бисёри оилаҳоро аз пошхӯрӣ яъне раҳоӣ додаанд ва хушбахтона то ба имрӯз агар аз соли 2014 то соли 2025 тақрибан 9-10 сол мешавад на камтар аз 400-500 нафар мо машваратҳои гуногун гузарондагӣ ҳастем ва аз ин шумора мо метавонем гуфт ки бисёр ҳолатҳое буданд ки маҳз вайроншавии оиларо пешгирӣ карда шудааст ва мушкилоти асосӣ дар пошхӯрии оилаҳо на ин ки ба худи муносибати байни ҳамаи зану шавҳар мушкилоти асосие ки минбаъд осебаша мерасонад ин кӯдакон ҳастанд аз ин рӯ мо маҳз такя ба он мекунем ки минбаъд ба психика кӯдакон таъсири манфии худашон расонад. در سراسر جهان از روی تشکل ذهنی اهل بشر آموزگاران نقش مرکزی داشتند. از روی نگاشته‌های تاریخی شاهان معروفترین را نیز از روی تعلیمات گرفته‌شان به دانش و قدرت و لشکرداریشان بها می‌دادند. مورد به ذکر است که استاد محمدالله دولتوف در تعلیم و تربیت فرزندان به خیرخواهی و شفقت، دلنوازی و محبت، دستگیری و خدمتگزاری و جهت تأمین اجتماعی آنها در کسب حلال رنج کشیدن را از جمله والاترین خصلت و صفت و پسندیده ترین عبادت والدین شماریده، همراه همسر مهربانش شهریه بانو در به طور شایسته تحسین و آفرین به وای رسانیدن فرزندان و در روحیه مهربانی و خیرخواهی، فروتنی و خاکساری، مناسبت صمیمانه، نرم گفتاری، مسئولیت ناکی و پرهیزگاری بر این خصلت‌های نیک انسانی تربیت نمودن آنها سهمی باسزا گذاشته‌اند. نتیجه زحمت و تلاش‌های شبانه روزی والدان مهربان و دوراندیش است که همه فرزندان صاحب معلومات عالی گشته، عین زمان در ساحه‌های گوناگون استحصالات کار و فعالیت می‌کنند. این از خدمت صادقانه به وطن.